روز 14 سپتامبر در یک عملیات مشترک خدمات گمرک و نیروهای حامی ساحل‌های پاکستان نزدیک به 2700 کیلوگرم حشیش مصادره گشته 8 نفر به حبس گرفته شدند. توجه افسران حفظ حقوق و ترتیبات را یک قایق به خود جلب کرد که سعی داشت در میان قایق‌های ماهیداران پنهان شود. وقتی افسران نزدیک شدند، قاچاقچیان قایق را آتش زده خود را به آب پرتافتند. قایق غرق شد ولی بسته‌های حشیش در روی آب ماندند. رهبر اگنتی حفظ ساحل‌های پاکستان حادثه را شرح داد. عموماً ما از آب 8 قاچاقچی و نزدیک 2700 کیلوگرم حشیش را بیرون کردیم. مبلغ مواد مصادره شده به 820 میلیون روپیه پاکستانی و یا 5 میلیون دلار آمریکا برابر است. با گفت خدمات گمرک، مواد مخدر در افغانستان استحصال شده میبایست به یمن و کشورهای خلیج فارس انتقال یابد.